اگه سنتون کمه لطفاً اینو رد کنید بره. پنجشنبه 6 مهر یه مرد با یه چمدون از مشهد به تهران اومده بود. داخل ستاد فرماندهی نیروی انتظامی وارد شد و گفت من همسرم رو کشتم، تیکه تیکش کردم و داخل همین چمدون گذاشتم. مامورا شوکه شده بودن، هیچ کدوم باور نمی‌کردن تا اینکه چمدون رو دیدن. یه صحنه ترسناکی بود. حقیقتا من خودم الان تعریف میکنم کل تنم داره میلرزه. بعد از گرفتن شروع میکنه به تعریف کردن. میگه ساکن مشهدم، داخل آژانس هواپیمایی کار میکردم، ما زندگی نسبتا خوبی داشتیم، اما خب با همسرم اختلافاتی داشتیم. این آخرا فهمیده بودم که همسرم به من خیانت میکنه، اما خب زیر بار نمیرم. حتی فیلم های خیانتش هم دیدم، بهش گفتم، اما بازم زیر بار نمیرم. تا اینکه یه روز بچه 5 سالمون رو سپردم دست مادر زنم و با همسرم تنها شدیم. بازم مثل همیشه دعوامون شد. من کنترلم رو از دست دادم و همسرم رو خفه کردم. داخل حموم سر و نیمتنه و دست و پاشو تیکه تیکه کردم و داخل چمدون گذاشتم و به تهران اومدم. اولش قصد نداشتم خودم رو لو بدم، ولی پشیمون شده بودم از کارم و تصمیم گرفتم خودم رو معرفی کنم. سوالم الان اینه، اصلا مگه میشه آدم بدون مصرف چیزی چنین کاری کنه؟